ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари Оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти Вожгон. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати рамани сегонаи Ҷалол Икромӣ тахти Вожгон оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 25-ро аз рӯи ин раман бишнавед. ровӣ Ализода Абдурашид Хуҷамқул. қисми 16. вай ки молу давлаташ сарфи қарзу воршикаст шуда буд, ягона роҳи халосии худро аз мироси бародарӣ ба давлати худ медонист. шабу рӯз аз худо мехост ки Аҳмад Хоҷа зудтар мураду ӯ соҳиби молу мулки бародараш гардад, зеро ки писарони Аҳмад Хоҷа ҳанӯз ҷавонанд ва аз рӯи шариат васиъи молу мулки онҳо фақат Самад Хоҷа бояд шавад. خبری به حج روانه شدن احمد خواجه برای او فال خیر شد و او محقق می دانست که برادرش تشویش راه را تاب آوردن نمی تواند و به زودی خبری مرده او می رسد. یک روز پیش از به سفری حج برآمدن احمد خواجه، طبیب خاصی او که اصلاً از هندوستان بوده مدتی چند سال این طرف در بخارا زندگی می کرد به دیدن او آمد. من خودم هم، گفت احمد خواجه، به شما کس فرستادنی بودم. پیش از به سفر برآمدن بعضی مصلحت ها پرسیده، بعضی دواها گرفتنی بودم. اما من شب و روز درباره سلامتی شما فکر می کنم جنابی بای، گفت طبیب. وی با لهجه فارسی هندوستانی آ را ا کرده و حرف ر را خاییده سخن می کرد. سلامت باشید جناب حکیم، گفت بای. من این را می دانم و برای همین هم به شما اخلاص دارم. پس چی مصلحت ها می دهید؟ من چیکار کنم که صحت سلامت به مکه رفته رسم؟ راستش را اگر گویم جنابی بای، گفت طبیب، این سفر برای شما مشکل، لیکن خدا نصیب باشد مشکلی شما را آسان می کند. نترسید، دلیر باشید، دل را قوی دارید. ما به شما بعضی داروها تیار کرده آوردیم. انا این شربت برای هضم طعام است. انا این معجون برای قوه دل است. انا این حب یک داروی نو است که شما هنوز استعمال نکردید. این برای قوه اعصاب است. طبیب از کولبار خود داروها را یک یک برآورده به نزد بای گذاشت و بعد گفت: جنابی بای، طوری که عادت ما است، می خواهیم که برای اطمینان خطیر جنابشان از این داروها در نزد خودتان یک خورده با بی خطری اینها شما را باوری حاصل کنید. نه حاجت ندارد، گفت احمد خواجه که به این طبیب باوری داشت. لیکن طبیب به پیاله شربت ریخت و چشمش را پوشیده از بین حبها یک دانه حب را گرفته خورد و با تبسم بر روی بای نگاه کرد. بای داروها را یک یک از نظر گذرانید و به طبیب تشکر گفت و یک طلای 5 سومه را برآورده به دست او داد. طبیب نبض بای را دید و به او باز بعضی مصلحت ها داد و پس خیر و خوش کرده برآمد. ما می خواستم که، گفت وی در روی حوری، جنابی بای را گسیل کنیم و تا به کگان مشیعت نماییم. اما چه علاج که جنابی قضی هجدوان سخت بیمار شده است و امروز ما مجبوریم به دیدن آن کس به هجدوان رویم. هیچ باکی نی، گفت بای.
همین آمدنتان کفایه، خیر سلامت باشید. طبیب از حولی احمد خواجه برآمده راست به حولی خودش که در گذری میخچگران بود رفت. در مهمانخانه‌اش در آمده صمد خواجه را دید که منتظری او نشسته است. خوش چی کار کردید؟ پرسید صمد خواجه. داروها را سپردی؟ همه داروها را سپرده و برای اطمینان خطیرش یک یک از این داروها را خوردیم. حب را هم خوردید؟ خوردید. اکنون چی می شود؟ یا شما می مرید یا حبتان بیکاره بود است. نه، حب ما کره است که این را خودی شما نقص می زنید. وی به عدمش کارگر می شود. به ما که پیش از این داروهای لازمه را استعمال کرده بودیم ضرری نمی رساند. این تر باشد بسیار نقص، گفت صمد خواجه. انا این 5 دانه طلای جرنگاسی از نوگ خمیر فطیرش. طبیب طلاها را گرفته به همیانش انداخت و گفت مکتوب چی؟ صمد خواجه خندید. از رسوایی می ترسی؟ ما ابروی دارم و ما مردم باور می کنند. میلش مکتوب را هم گیرید، لیکن اگر مرا فریب داده باشید من با 100 راه گناه شما را اثبات کرده می توانم. طبیب گپ نزد و مکتوب را گرفته کشاد و به آن چشم دواند. مضمون مکتوب چنین بود: دوستی محترم جناب مستطاب صلاح الدین و دولت را بوده باشد که این جانب ما همه صحت و سلامت بوده و دعای جاندرازی آن جناب شب و روز بلکه علی دوام مشغولیم. الهی سلامت و عافیت و کامیاب و کامران باشید. بعد معلومی جنابشان باد که کمینه یکی از دوستانی دعاگوی و یکی از خیرخواهان و محبانی جنابشان می باشم که این به شما روشن و هویداست. هر موفقیت و کامیابی شما سرفرازی و خوشبختی ماست. هر ناآمد و سکته کاری شما بدبختی و سرپستی ماست. بنابراین به جوابشان با 100 خجلت و ناعلاجی عرض می کنم که در اینجا در بخارای شریف به ناموس و شرفتان رخنه وارد آمد و عفیفه مستورتان فریفته و تسخیر یک ناخلف کردید. این بدین طریق از طرف کمینه دوستی شما کشف و افشا گردید. در بخارا محمد کریم خان نام یک طبیب هندو و یا افغان هست که برادری ارشدی ما احمد خواجه را طبابت می کند. از بس که بیماری برادرم کشال یافت، روزی خواستم که نامعلوم از این طبیب رفته از کرد و کارش و اخلاقش خبر گیرم و بعد به خانه خودش با او در خصوصی سلامتی برادرم سخن کنم. وقتی که وی از حولی برادرم برآمد من هم نامعلوم کرده از پیش روان شدم. طبیب هندو به طرف حولی خودش نرفته به تنگکوچه و پسکوچه گذری دبیان در آمده رفت. نهایت به گذری شما رسید و به گرد و اطراف با دقت سینچه کرده به دروازه حولی شما داخل شد. از بس که من نبودن شما را می دانستم حیران شدم. به دل واهمه افتاد و گمان کردم عفیفه مستوره شما به یگان درد گرفتارند و طبیب به علاج آن آمده است. بنابراین از پسی طبیب به حولی در آمده خبر گرفتن خواستم. اما هیهات که دروازه از درون زنجیر شده بود. این را دیده غیرت و ناموسم به جوش آمد. در شفت حولی شما یک آشنای من هست که او را شما می دانید. عبدالرسول نمک. ناعلاج دروازه او را تق تق زدم. خودش برآمده کشاد
مجبور شدم او را قسم به حفظ اسرار داده واقعه را به میان گذارم و هر دو به بام بالاخانه او برآمده به حوری شما نظر کردیم. آنچه را دیدیم که چشم دشمنتان نبیند. عفیفه مستوره شما دست به آغوش با طبیب از خانه برآمد تا به راهروی حوری بیرون او را گسیل کرده بوسیده به خانه برگشت. معلوم که در خانه چه حادثه روی داده است. از بس که من اخلاقی حسنه عفیفه مستوره شما را میدانم که وی زنی مسلمان و خدا ترس است. به این ورطه افتادنی او بیشک از حیله و مکر طبیب است. شاید وی به زن شما یگان داروی شیطانی خورانده باشد. شاید او را افسون کرده به دام در آورده باشد. به هر حال کاری شده است که برای همه ما سرپستی می آرد. از بس که در این کار رأی و ثواب دیدی جناب شما شرط و لازم است، واقعه را به تفصیل نوشتم. آن طرف به اختیار خودتان مبنی است. هرچی فرمایید ما دوستان به اجرایش حاضر هستیم. ادایی ملا صمد خواجه. خواندید؟ پرسید صمد خواجه. اگر این خط به دست صلاح الدین می رسید، اگر سرتان 100 تا می شد هم یگان تاش را سلامت نمی بردید. لیکن تو هم آدمی خوب نیستی، این را من می دانم، گفت طبیب. کدام برادر مرگی برادرش خواسته است؟ گرسنه به شمشیری برهنه می زند گفتند، گفت صمد خواجه. دیگر علاجم نیست، لیکن این را دانید که ما به هم دیگرمان وابست. اگر شما خاموش باشید من هم خاموش. پای مرغ چند تا؟ 1 تا. ها؟ آفرین. شما تا فردا بیگاهی از خانه نمی برایید؟ به غیژدوان رفتگی. بله بله، گفت طبیب و صمد خواجه را گسیل کرد. پس از به سفر رفتن احمد خواجه، حوری کلان یک بار خاموش و بی کس برین شده ماند. از بس که حلیم جان هم با پدرش رفته بود، علیم جان غمگین و ملول و کمتر شوخی می کرد. اما صمد خواجه که پیشتر به این حوری خیلی کم می آمد، اکنون هر روز می آمدگی مثل پدر از حال خرد و کلان این حوری خبر می گرفتگی و ساعتها در مهمانخانه میده حوری بیرون با گماشتگان و آدمان برادرش صحبت کرده می نشستگی شد. از این کردار او همه خرسند و این رفتار او را حتی آدمان بیرونه تحسین می کردگی شدند. یک فقط حمید خان و مادرش پی برده بودند که صمد خواجه چی مقصد دارد. گاها مادر و پسر در تنهایی نشسته در این باره صحبت می کردند. تقاط صمد خواجه امروزها بسیار می آمدگی شده مانده است میگم. ها، به حوری کلان. به حوری ما آمده چی کار می کند؟ از ما چی امید دارد؟ از یک دسته کتاب درسی تو به وی چی فایده؟ خودش را به چشم مردم نقص کرده نشان می دهد. دانیتان که من یگانه وصی و غمخواری بچه ها هستم. حالا تماشا می کنی این حرام خوری مردنی دولت خودش را برباد داده، اکنون چشم به دولت احمد خواجه دوخته است. می خواهد که به همه چیز صاحب شود، به هیچ کس چیزی ندهد. شریعت هست، حاکم و قاضی و عدالت هست،
نخواد که همه را به یک سو گذارند و صمد خواجه گویند. ای بچیم، تو ساده هستی. هنوز هم برودوز و کاری این فریبگرها را نمیدانی. من میدانم که صمد خواجه یک قدم خود را بیفایده به هیچ جا نمیماند. اگر فایده خودش باشد از هیچ چیز رو نمیتابد و به هیچ کس رحم و مروت نمی کند، خواه اپا، خواه اکا و خواه اوکا. در حقیقت صمد خواجه امروزها به وضعیتی تنگ افتاده خیلی عصبی، خیلی بیرحم و بی مروت شده بود. از رفتگان خبری نمی رسید. قرضخواهان او کارش را به قاضیخانه کشیدنی، حولی و جایش را گرفته او را و اهل بیتش را به کوچه پرتافتنی بودند. وی مثل سگ تیار بود که پای آنها را لیسد، به نزد آنها دم جنبانی کند و لابه و زاری نماید تا که باز یک ماه دیگر به وی فرصت دهند از گریبان او دست بردارند. یک ماه فرصت را گرفت ولی دلش ناآرام بود. باوری نداشت که در این یک ماه خبری مرگ برادرش می رسد و او به مال و دولت بی پایانی احمد خواجه صاحب می شود. شبها خوابش نمی برد. شبهای درازی تیر ماه تاریک، وهمانگیز و سرد بودند. از سوراخ و ترقشهای تریزه های خانه هوس زده شمال می درآمد و بر روی حوری برگهای خزان که از تاک و از یگانه درختی توت ریخته بودند خیشی راست زنان دو و خیز می کردند. شمال آنها را گاه به بالا، گاه به پایان، گاه به تریزه ها آورده می زد. درها شرقاس می زدند، درخت و تاک غراس می زدند، تریزه ها غیجیر غیجیر می کردند، گاه ها در بام کسی دویدگی برین می شد. به همه این آوازها گوش داده ایستاده صمد خواجه می وهمید، می ترسید و خوابیده نمی توانست. به خودش می گفت که چرا دیگر وقتها این طور نبود؟ چرا تیر ماه‌های گذشته و این آوازها را نمی دانست که شب‌های سرد این ایام چی وهمانگیز، چی پردهشت و درازند؟ بله، آن وقتها وی دولت داشت، تجارت داشت، دستمایه کلان داشت و بنابران فراغت داشت. اکنون که مفلیس و گدا شده مانده است، اکنون قرضخواهان او را به تنگ آوردند، نه خواب دارد و نه فراغت. لعنت به این کاری سودا و تجارت که یکی را به آسمان هفتم می برارد و یکی را به زیر زمین می زند. چرا وی کسب دیگر نگرفت؟ چرا میرشب نشد؟ چرا منصبدار نگشت؟ چرا؟ اگر منصبدار می شد کار نکرده، مینه آب نکرده، بی تشویش زندگی می کرد. چرا سوداگر شد، تاجر شد و عهده نابرایی کرد؟ شکست خورد و همه مال و دولتش را از دست داد. احمد خواجه ناانصاف نمی خواهد که به وی 2-3 هزار سوم داده از ورطه مهلک خلاص کند. میده چویده یاری دادنهای وی فقط برای روزگذرانی می رسد، اما برای راست کردن قامتش، برای باز براه انداختن آسیاب سودا پولی کلان لازم. پولی کلان یا با تجارت، یا با دزدی، یا از میراث می رسد. وی حاضر است برای به دست آوردن پولی کلان از هیچ کار رو نتابد. حالا آسانترین و انیقترینش گرفتن میراث است. لیکن اگر وی خاموش و آسوده گردد، از میراث هم پولی کلان به دست نمی آید.
زیرا که اگر پس از مردن برادرش چیز و دولت را ترکه کنند، به وی چندان دولتی کلان نمی رسد. احمد خواجه 4 پسر، 4 دختر، 4 زن دارد، خواهر دارد، دادر دارد. باز خویشانی دور و نزدیک یافت شده می مانند. به همه آنها تقسیم شود، دولت قارون نمی رسد. نه، کاری کردن لازم که همه مال و دولت یک درجه به خود او ماند. وی که سیر شده قامتش را راست کرد، بعد گرفتن. ای خدا، به دادم رس، دولتی برادرم را نصیب من کن، مرا از خواری و مذلت رهان. با همین خیالها خوابش می برد و باز به همین موضوع خوابهای پریشان می دید. گاها به حوضی پر از زر غوطه می زد، طلاها را به کیسه ها، به بغل، به دهان و به هر جا که می توانست جا می کرد. گاها سرلوچ و پایلوچ از پسی عرابه طلا دویده به آن رسیده نمی توانست و بی حال شده در راه افتاده می ماند. صبح مانده شده به آب و عرق تر شده از خواب گران بیدار می گشت. امروز هوا بی ابر، آفتابی درخشان در آسمان نیلگون خرمانه نور می پاشید. هوایی با صفای روزی تیر ماه به وی الهام بخشید. دست و رویش را شسته با اشتها ناشتا کرد و بعد یک پیاله چای کبود را در دست داشته ایستاده اندیشه نمود. خود به خود گفت که علاجی واقعه قبل از وقوع باید کرد. از جا برخاست و به مدان در آمد. در آنجا از بین لته کهنه ها کوزچه را یافته گرفت. در درون آن کوزچه 10 دانه طلای 10 سومی، 10 دانه طلای 5 سومی، 1 انگشترین الماس و 1 انگشتری بریلیانت بود. صمد خواجه 2 طلای 10 سومه و 10 طلای 5 سومه را گرفته به کیسه اش گذاشت و باز دهانی کوزچه را بسته به جایش ماند. از مدان بیرون برآمده دری آن را زنجیر کرد و در روی حوری زنش را واخورده گفت: اگر کسی مرا سراغ کند، گوی که نمی دانم به کجا رفتند. بعد پیشین در حوری کلان می شود. زنش خوب گفت و دروازه را از پسش زنجیر کرد. صمد خواجه با تنگکوچه و پسکوچه ها راه گشته به قاضی خانه رسید. از محرم های نزد دروازه پرسیده دانست که ایشان قاضی کلان در مهمانخانه محکمه همین حالا از درسگویی خلاص شده با جناب رئیس کلان صحبت کرده نشستند. وی به دهلیز خانه کلان رفته در آمد و با محرمی خاصی ایشان قاضی سلام علیک و پرس و پاس کرد و از بس که در دهلیز کسی نبود، در حال از کیسهش 10-15 تنگه گرفته به دست او ریخت و با تبسم برویش نگاه کرد. محرم یک به تنگه های نقره قطور چشم دوخت و به کیسهش انداخت و بعد گفت: چه خدمت؟ مرحمت کنید. چه خدمت می شد؟ یک عرضی بندگی دیه. اگر توانید انا همین چیزی ناارزنده را به جناب ایشان در آورده داده، عرضی بندگی مرا رسانید و گویید که صمد خواجه دادری احمد خواجه آمده است. بسیار خوب، من حاضر، گفت و محرم از جایش برخاست و دری خانه کلان را گشاده درون در آمد. صمد خواجه به کیسه بغلش دست در آورده دانست که طلاهای کاغذ پیچ جا به جا ایستاده است. اینش از آن خوشبیگی، گفته
از خیال گذرانید. در این دم محرم به نزد ایشان قاضی رفته خم شد و به رئیس نشان نداده به کف بزرگوار طلاهای کاغذ پیچ را گذاشت. ایشان قاضی آن را گشاده دیده چشمانشان برق پاشید و بر روی محرم با نظری سؤال نگاه کرد. جنابی صمد خواجه آمده اند، گفت محرم. یک عرضی بندگی دارم میگویند. گوی درآیند، گفت ایشان قاضی و بر رئیس رو آورد. این صمد خواجه دادری احمد خواجه است. به گمانم میخواهد که در موردی قضا کرده ماندنی برادرش ما او را وصی مال و ملک تعیین کنیم. کرامت کردن تقصیرم، گفت رئیس به تملقی دروغی. از این کار به جناب شما هم منفعتها باید رسد، نه نگویید. در گشاده شد و به خانه صمد خواجه در آمد و زود رفته دست قاضی کلان را گرفته به چشمانش مالید و بعد به سوی رئیس تعظیمی کرده از پایان خانه نشست و سر فرود آورد. خوش جنابی صمد خواجه، احوال و سلامتی چطور؟ شکر در سایه دولت جناب عالی و لطف و کرم ایشانم به خوبی در گذر است، گفت صمد خواجه. برادرتان احمد خواجه به سفری حج کعبة الله رفته بود. هیچ خبری شد یا نه؟ هیچ خبری نیست، گفت صمد خواجه گویا با حسرت. برادرم صحت نبود. می ترسم که حادثه ناگواری واقع شود. خدا خودش نگهداری بندگانش، گفت قاضی. الهی برادرتان به نیتی پاک و مقدس خود نایل گردد. الهی آمین، الهی آمین، گفت صمد خواجه. لیکن می ترسم که حادثه واقع شود. شبها خوابهای واهمناک می بینم. بنابراین به حضور جنابشان آمدم که علاج واقعه را قبل از وقوع بینیم. یعنی که، گفت قاضی، اگر حادثه واقع گردد شما را وصی مال و ملک برادرتان تعیین کنید. پسرهایش هنوز بالغ نشدند، گفت صمد خواجه خاکسارانه. می ترسم که دشمن از بدبختی ما استفاده برده کارش را کند. مایلش، گفت قاضی. انا اینجا جناب رئیس نشستند. البته در این کار مصلحت و اجازت این کس هم کماکان ضرور می شود. انا برای هر احتمال جناب وزارت پناه خوشبیگی را هم دیده مانید بد نمی شود. البته کرامت کردند، گفت رئیس. ولی از دلش می گذراند که حلوای کی خورد حکیم، کلتک کی خورد یتیم. پاره لحم را از این مردک ایشان قاضی و جنابی وزارت پناه گرفته به جغلدانشان زنند و محضر نوشته به فتوا مهره ما مانیم. خوابتان را به آب گویید. اگر از آن طلاها به ما هم نصیب شود. سلامت باشند حضرتم، گفت صمد خواجه. البته ما به خدمت جناب رئیس می رسیم. باوری دارم که لطف و مرحمتشان را از این کمینه دریغ نمی دارند. اینچنین به نزد وزارت پناه هم رفتنی هستم. шунавандагони азиз, гуфтори 25-ро аз рӯи рамани тахти вожгуни нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ дар қироати Ализода Абдурашид Хуҷамқул шунидед. Коргардон Шералии Нағзалӣ, садобардор Карим Толибов. поёни гуфтор аз силсилаи хониши бадеӣ. шод бошед.